شرکی بدتر از شرک مشرکان مکه. یه چند تا موضوع بود میخواستم بگم در رابطه با توسل کردن به اهل بیت. بله. به حضرت پیامبر. از به حضورتون شما که من خواهش دارم از ایشون که دعای توسل رو ایشون یه بار بخونن، ببینن که ما میگیم که یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، ای که آبرومندی در نزد خدا، شفاعت کن ما را نزد خدا. بله. ما اینا رو گذاشتیم که برآمد پیش از خدا طلب کنم. من چه رویی دارم به خدا بگم کار من انجام بده؟ مثلا هم از شفاعت میکنن هم خودشان انجام میدن. عزیز من از خود ابوالفضل میخوام، من از خود ابوالفضل میخوام که مریضی مرا شفا بده. من از خود حضرت ابوالفضل علیه السلام میخوام که من پول بده، مال دنیا بده، زندگی من برکت بده، طول عمر بده. از خودش هم میخوام. عطا اینها عین عطای خدا هست، چه از اینها بخوایی چه از خدا. ملاحظه کنید که این جناب معمم که باید راهنمای مردم به توحید و سعادت باشد، به مردم چه یاد میدهد؟ حال که پرده تقیه این جناب معمم دریده شد و حقیقت عقیده درونی او و همفکرانش آشکار گردید، مشخص شد که توسل و وسیله و شفاعت همش بهانه است. اساس فکر و عقیده اینها همین است که خود امامان مستقیما شفا میدهند و روزی میدهند. ملاحظه کنید. من از خود ابوالفضل میخوام که مریضی مرا شفا بده. استغفر الله. خداوند متعال از زبان ابراهیم علیه السلام میفرماید: و اذا مرضت فهو یشفین. هرگاه مریض شوم تنها الله مرا شفا میدهد. چون این عقیده‌ای که فلان کس مرا شفا میدهد مشرکین مکه هم نداشتند. آنها هم میگفتند تنها الله همه کار است و خلقت و آفرینش و پرورش و روزی دادن همه مخلوقات تنها کار الله متعال است. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. بگو چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی میدهد؟ یا چه کسی مالک و آفریدگار گوش و چشم شماست؟ و چه کسی زنده را از مرده و مرده را از زنده پدید می آورد؟ و چه کسی به تدبیر امور می پردازد؟ خواهم گفت الله. پس بگو آیا از الله نمی ترسی؟ این مدعیان دروغین مسلمانی و پیروان کاذب اسلام ناب و مدعیان دروغین پیروی از اهل بیت علیهم السلام اول به این بهانه مردم را فریب میدهند که امامان فقط وسیله هستند، اما کم کم اصل عقیده مشرکانه خود را آشکار میکنند. میگوید من از خود حضرت ابوالفضل علیه السلام میخوام که من پول بده، مال دنیا بده، زندگی من برکت بده، طول عمر بده. همین است اسلام ناب شما، همین است مذهب اهل بیت پیامبر علیهم السلام. پیامبر و اهل بیت همین اسلام را تبلیغ کرده اند. اگر همه چیز را شما از ابوالفضل یا هر مخلوق دیگری میخواهید، پس الله نعوذ بالله چه کار است؟ چه اختیاری برای الله باقی گذاشتید؟ خداوند متعال میفرماید: و اذا سالك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. به هنگامی که بندگانم از تو درباره من بپرسند، من نزدیکم و دعای دعا کننده را هنگامی که مرا بخواند اجابت میکنم. پس آنان هم دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا آنان راه یابند. گام بعدی را ملاحظه کنید.
که عالم نماهای حوزه و مدعیان نمایندگی الله در زمین چقدر در شرک پیشرفت کرده اند. عطای اینها عین عطای خدا هست، چه از اینها بخواهی چه از خدا. این مرحله فراتر از یک شرک معمولی است. مشرکان مکه بت‌ها و یهود و نصارا عزیر و عیسی علیهم السلام را فقط وسیله می‌دانستند که آنها را به الله نزدیک می‌کنند. اما شما که غیر الله را با الله متعال برابر می‌دانید، اسم این نوع شرک را چه می‌گذارید؟ یا اینکه بفرمایید این هم شرک نیست. پس این کدام اسلام و کدام دین و کدام مکتب است؟ شما که آبروی اسلام را بردید. این دیگر اوج توحید و یکتاپرستی شما تاجران دینی است که دین را وسیله دنیاپرستی و مکر و فریب مردم مسلمان کرده اید. این مردم مسلمان و شیعیان از همه جا بی خبری که فقط به نام دین و الله و به خاطر محبت با پیامبر و اهل بیت ایشان لقمه نانشان را از گلوی زن و بچه‌شان به نام خمس میگیرید و به شکم خود میریزید و ناموسشان را به نام صیغه و متعه به بستر حرام خود میکشانید تا این گونه به آنها دین بیاموزید. این است اسلام شما؟ بهشت موعود را با همین اسلام و توحید به دست میآورید؟